روش کردنی همو بله آدم هم خیلی مثلا دشنو به پروردگار شد. بله من فرض کردیم من برادرم من اکم مثلا که باید در وجود هست باید که خودشه حمایت کنه این حالت بعد چکل برای که انسان اولا چکل حمایت کنیم ما پیغمبر خدا هم جادو کردن پیغمبر خدا وقتی جادو کردن بسیار فشارش میخست و پیغمبر خدا را از مویسرش گرفتن و گره انداختن و پیغمبر را جادو کردن خدمتگار خودش تشکیل کرد وقتی در حق پیغمبر کردن پیغمبر خدا بسیار روز به روز حالش بد شد احوالش بد میشه بعدا خیلی پیغمبر که این در گوییم که زیر سایه خدا های باید پروردگار محافظت میکرد بعدا میگه جبرائیل دو تصوره روان کرد که همین را برده با پیغمبر برساند بخواند هم سیرش دور میشود و هم تعلیمات برای تمام امت ها شود چی بودین؟ معوذتین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 7 آیه وقتی اینا را خوان پیامبر بگو قل اعوذ برب الفلق یک گریش گوی میشی من شر ما خلق گره دیون گوی میشی با گره هایی را که کردن چکل جادوگرا مثال در قلف میکنن در بند میکنن گره میدادن باقی انا همون گره ها دونه با دونه همش گوی شید پیغمبر خدا گویا که همین نفسی بستگی نفس گوی شید بعدا پیامبر گرامی خداوند گفت که همین را بگو بر امتها که دائم بخوانند در دستاشون دم کنند در تمام بدنشون بمالند هیچ وقت سیر با اونها تاثیر نمیکنند فقط با اخلاصی که چکل پیغمبر خون با اخلاص هر یک بندی کشاده شد همچنان در آب چوینکت در میگیری آبی چکا بگیدن سوره آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم همین را میخوانی سوره بقره این را میخوانی قل هو الله را میخوانی سوره اخلاص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار بخوان هم دستات دم که تمام بدنت تمامش در کجایی که میاد بشه در کجای دستت میرسه با در آب شوف کن با بخون آب شوف کن ایما آب بخون انشاءالله کلن تازه چیز نجات میاری این همه تعلیماتش اینا بسیارم که حضرت یک من دورم مولد ما همین بازار در افتاد وقتی نماز در خیلی از اون تشکر خان مقامیم همون وقتی مقصد سنت را خوندیم فرض قامت را گفتیم بسیارش سراسیمه میدارد معنی ما نیستی همین قامت ما قبل میکند جاملای ما قبل میکند اینا باید نیستن که کهی بخواند میرم ما راست یا نیستین معنی شد همه تیار مردم برامد یک کس یا دو کس حتی منتظر شدن این خودش ترک سنت است کراهیت داره مسائل مختصر مسائل فقهی قیدانیده میگن به خاطر یک نفر یک جمعیت 15 کس 20 فلانی بیاد همین خودش میگه ترک سنت میشه مردم منتظر کسی نکن وای آمد دایره میکنه نکن صاحب اون جماعت هم میگیرن ولی وقتی در مقصد حضرت هم باید در اومد فرض خطی همین آمد بخونه و سنت الایده بخونه سنت الایده میخونه شیدت دیدن دیگه التماس همین وقتی که بسیاری هم بشه 3 نفر میشه ما روز دیگه بکن همین گویا که یک خونه دموبین حتی همه حضرت ایشون سیدش را زندگی میکنیم با همونجا توالد شدگیم پاریتت شدگی باشه همین بسیاری وقت میشنیدیم همین کسان خیلی بزرگو که وقتی که 3 نفر شدید یک تا مثلا امام ایشون دو طرفی راست میستیم احوازی بسیاری هم میگن که نه هم دامولای امام یک تا در این طرف بیست یک تا در این طرف
این درست کرد. همین گفتی که شما زدین. این امام پیش در آمد دو کسی دیگر دو کسی یک تاش باید در پشت بسته در پشت امام یک تای طرفی راست آن هم خیال هزار انا میخیل بسته این خیالش کلا نادرسته که نگار میشه انا میخیل بسته یا تا ای پره بعد وقتی دیگر آمد همین طرفی راست اپرو میکنه بیاری این طرف که پرشید بعد با ای باید با این طرف چپ اپرو میکنه میدیم انا میخیل ما هم در نظر داشتیم که مقصد ای طرف چپ تمام خطا های خیلی نمید هم بچه ها با هم جب فهمن